بودم نکته ای را اضافه کنم. میخوایم نقد کنم صحبت شما را. معذرت هم میخوایم که شما گفتین اگر هر فرد در جامعه مسلمان حقیقی و خیلی شدید باشه مشکلات جامعه بشری حل میشه، ولی من میخوایم بگویم معذرت هم میخوایم که اگر شما اینطور اصلاح کرده میگفتین که هر فرد اگر به صورت حقیقی در جامعه قدم گذاشته و به پیش بره و شدیدا در نظر بگیره منطقه مشکلات جامعه بشری حل میشه. خدا کنه که مسلمان باشه، هندو باشه، مربوط دین جینیسم باشه و یا ادیان دیگر. فقط امیر خواستم اضافه کنم. دکتر از پوجا سوال خیلی خوبی را پرسیدند. خواهر گرامی، اگر من غلط هستم ما باید بپذیرم که غلط هستم و وظیفه شماست که امر حقیقی و امر درست را پیشکش کنین تا ما او را بپذیرم. و بالاخره من هم انسان هستم و من هم اشتباه میکنم و بنابراین این دلیل است که ما این بخش در نظر گرفتیم. ولی من گفتم که اگر هر فرد در جامعه یک مسلمان شدید باشه بالاخره مشکلات جامعه حل میشه. معنای مسلمان رضایت خود را در رضایت خداوند متعال دانستن است و احترام و طلب مغفرت از اوست. شما خودتان گفتین من از شما میشنوم. خواهر عزیز، من در بیانیه خود گفتم که یک فرد شدید مسلمان کسی است که نهایت مهربان است، شفقت داره، احترام داره. در غیر از او ما خود نمیتونیم صفت یک دزد را کنیم که همیشه مردم اذیت میکنه. در صورتی که ما واژه شدید استفاده کنیم بالاخره او به هر چیز استفاده شده میتونه. ولی منظور از من مسلمان شدید بود که بتانه اوامر اسلامی را شدیداً در نظر بگیره و بالاخره در پرتو امو زندگی کنه. اینجا وقتی که ما واژه شدید در نظر میگیریم اگر بگیم تروریست شدید، آن وقت ما امر نیکی را از خود استفاده نکردیم. اینجا ببینین فرق خیلی برجسته و بارز ایجاد شده. من گفتم که اگر هر فرد در جامعه مسلمان شدید باشه بالاخره مشکلات حل میشه. معنای مسلمان رضایت خود را در رضایت خداوند متعال دانستن و طلب مغفرت از او کردن است و از طرف دیگر تسلیم شدن به ذات حق می باشه. و از طرف دیگر شما گفتین درست کردیم جمله شما را که گفتین که شما باید میگفتین اگر هر فرد در جامعه به صورت حقیقی پیش میرفت و خیلی شدیداً در نظر میگرفت منطق و حقایق مشکلات جامعه حل میشد. منظور من رد کردن حرفای شما خواهر گرامی نیست، فقط میخوایم حقیقت بیان کنم که حقیقت باید گفته شود. اگر اونا مسلمان نباشن، هندو باشن، مربوط جینیسم باشن، فرقی نمیکنه. ببینین خواهر گرامی، اگر شما مسائل هندو و غیره رو یک جا میکنین بازی فرمول مکار نمیده. در اون صورت دیگه فرمول بیهوده باقی میمونه و ما نمیتونیم از استفاده کنیم. اگر هندو باشن بنان اونا نمیتونن زندگی کنن. بسیار خوب خواهر عزیز، بسیار خوب. اجازه بدین که ما با شما جواب بدم چون نوبت از من. شما سوال کردین ما باید جواب شما را ارائه کنم. درست است؟ شما در رابطه به هندو گفتین. آیا میدانین معنای اصلی واژه هندو چیست؟ واژه هندو یک واژه جغرافیایی است که برای تمام کسانی گفته می شود که در کنار دریای موجود در هندوستان زندگی می کردند. بالاخره من هم یک هندوی مسلمان هستم. زمانی که به کشورهای خارجی سفر می کنم برای من می گویند هندیس یعنی هندیس، منظورشون هندوست، یعنی من هندوی مسلمان هستم. بالاخره چرا از هندوستان هستم و منظور از واژه هندو این است که کسایی که در کنار دریای موجود در هندوستان زندگی می کنند. اینجا غلط فهمی شده است که دین را آنها هندویسم نام گذاشتند. این واژه هندو برای نخستین بار در زمانی که عرب به هندوستان برای مسلمان ساختن تعداد افراد آمدند سرازیر شدند، آنها این را مورد استفاده قرار دادند. میگفتند هندی، بالاخره هندو ترتیب شد. و گذشته از آن من خود یک هندوی مسلمان هستم که در این شرایط زندگی می کنم و در نظر داشته معنای جغرافیایی آن افتخار هم می کنم که یک هندوی مسلمان هستم. هندو ارتباط به مسائل دینی و این آن ندارد.